حسینی بود دوستان. از آشو مرس آقای حامد. اما خوبی؟ شاکر. من خیلی داشت هستم. فدا بشم، سلامت باشید. شما برنده این مال قرعه کشی ما شدی؟ خب نوکرت هم فدات شم. تو کار وضعت هم خوب شده که نوام داشته میگم خب بکن با این 500 تانو چه میکنی؟ نازت کنم ها، یه دست پاسور بگیری فرشو میشین بازی کنی ها. شاکرت هم. ولی خواستم بذارم فدات شم این شمار کارت برام بفرست بیا فعلا وارش کنیم بیبلا. بعدی کلیپ دارم که کلیپ میگیرم از این صحبت رو میذارمش تو پیج.